این پیام برای جهان است. در کشور من پزشکان را نه به خاطر کشتن بلکه به خاطر نجات جان انسان‌ها دستگیر می‌کنند. من یک پزشکم و امروز از کشوری حرف می‌زنم که در آن پزشکان را به خاطر نجات جان انسان‌ها بازداشت، شکنجه و حتی تهدید به اعدام می‌کنند. دکتر متین مرادیان به خاطر درمان مجروحان بازداشت شد. نه اسلحه داشت، نه شعار، فقط دانش پزشکی. دکتر آمنه سلیمانی پزشک و مدیر یک کلینیک بیش از 10 روز است ناپدید شده بدون هیچ پاسخ رسمی. دکتر علیرضا گلچینی جراح به خاطر مداوای زخمی‌ها با حکم اعدام روبروست. دکتر خسرو مینبایی امدادگر داوطلب خانه‌اش را پناه مجروحان کرد و با یورش نیروهای امنیتی بازداشت شد. دکتر شمسی عباسی زاده متخصص زنان و زایمان به شدت مضروب شد، دچار آسیب مغزی و سپس ناپدید. اینها مجرم نیستند، اینها پزشکند. وقتی حکومتی پزشکی را که جان نجات می‌دهد مجازات می‌کند، دیگر مسئله سیاست نیست، این جنایت علیه بشریت است. من به عنوان یک پزشک، به عنوان یک انسان از جهان می‌پرسم، اگر پزشکان هم امن نیستند چه کسی باقی می‌ماند؟ سکوت نکنید، این جنایت را ببینید، این صدا را پخش کنید.